بعضی سازه ها هستن که انگار با غرور ساخته شدن، نه فقط برای زندگی، برای نشون دادن عظمت. ایوان کسری تنها یه دیوار نیست، صدای قرنها معماریه. ساسانی ها اولین ایرانی هایی بودن که طاقهای عظیم و گنبدهای بزرگ رو ساختن، بدون تیراهن، فقط با آجر و ریاضی. رازشون چی بود؟ فهم دقیق از وزن، نیرو و تکیهگاه. هر آجر مثل قطعه‌ای از پازل دقیق گذاشته می شد. هیچ چسبی در کار نبود، فقط تعادل و مهندسی. ساسانی ها نور رو هم می فهمیدن. پنجره های بلند و طاقهای نیم دایره‌ای جوری طراحی شده بودند که نور رو نرم و مقدس وارد فضا کنند. معماریشون فقط ساختار نبود، احساس بود. اونا با سنگ حرف می‌زدن، از تاجگذاری‌ها روی صخره‌ها تا نقش خدایان و پادشاهان. هنر و معماری یکی بودن و هر بنای داستان داشت. جالبه بدونی هنوزم بعد از 1400 سال معمارای امروز از ساسانی ها الهام میگیرن، از طاقهای بزرگ بدون ستون وسط تا گنبدهایی که توی خیلی از مساجد و حتی ساختمونهای اداری استفاده میشن. اون فرم نیم دایره‌ای طاق که از ساسانی ها شروع شد الان یه امضای ایرانی تو معماری جهانه. از معابد گرفته تا قلعه ها، ساسانی ها اولین معمارهایی بودن که فضای درونی رو مثل فضای بیرونی با دقت طراحی میکردن. یعنی برای احساس انسان توی فضا ارزش قائل بودن. شاید دیوارهای ساسانی ریخته باشه، اما تفکرشون هنوز وایساده. اونا یادمون دادن معماری فقط چیدن سنگ نیست، ساختن حس و معناست. این داستان ادامه دارد.